سلام عرض ادب خدمت شما دوستان، به کانال خودتون خوش اومدین. امروز میخوایم در مورد یک بحث داغ که امروز تو ترکیه همه در موردش صحبت میکنن اینه که چطوری میتونم سیم کارت خودم رو ثبت کنم، کیملیک doğrulama رو چجوری میتونم انجام بدم. برای اپراتور ترک تلکوم باید بیاین به قسمت مدیریت. الان مایی که اینجا هستیم متروی عثمان بی هستش که داریم میریم سمت مدیریتش تا بقیه‌شو بهتون بگم. دولت ترکیه برای اینکه به یابانجی ها و افراد خارجی که تو ترکیه دارن زندگی میکنن یک شرایطی رو مختص کرده که امروز یکی از اون شرایط این است که باید تمامی اپراتورها و کسایی که از اپراتورها استفاده میکنن سیم کارت هاشون رو با کیملیک خودشون یا همون شماره هویت خودشون تایید بکنن. برای اومدن به این که بخوایم کیملیک خودتون رو تایید کنید برای اپراتورهای ترک تلکوم از اینجا مسیر رو کاملا نشون میدم بهتون که باید کجا برین، چی کار بکنید و چه اقداماتی انجام بدید. متروی عثمان بی، پانگالتی، هتل رامادا. از این سمت به سمت روملی باید برین که به سمت روملی که میخواین برین از این سمت پیاده تقریبا 5 یا 10 دقیقه پیاده روی داره. برای اپراتورهای ترک تلکوم حتما باید به قسمت مدیریت اپراتور بری، چون اکثر شعبه‌هایی که تو خیابان تقسیم و جای دیگه هستن این کار رو انجام نمیدن. حتی با کیملیکتون باید حتما بریم به مدیریت تا کیملیک خودتون رو بدین و سیم کارتتون رو ثبت کنید که برای جلوگیری از قطع کردن یا استفاده نکردن از دیگر شرایط سیم کارت مثل موبیل ödeme و یا چیزهای دیگه. تو میتونین از این ورودی که روبرو هم هست از اینجا هم بیاین بیرون و وقتی رسیدین به سر خیابان عثمان بی این طرف میره نیشانتاشی و این طرف هم میره داخل کوچه سمت اداره ترک تلکوم. کوچه‌ای که باید واردش بشین این کوچه است که پر از موبایل فروشی ها یا کافه ها هستش که میتونیم هم بشینیم قلیونی بزنین، هم میتونیم بشینیم یه چایی بخورین یا برای قاب تلفنتون اکسسوری بگیرین و بنایی که هستش دقیقا اینجاست ترک تلکوم. حالا میریم جلوتر و تمام شرایطش رو بهتون میگم. ورودی ترک تلکوم که باید کاراتون رو بیاین اینجا انجام بدین. ترک تلکوم müdürlüğü. حالا میریم داخل. الان باید بیاین اینجا یه نوبت بگیرین. نوبتمون رو گرفتیم و میریم داخل بقیه کارا رو انجام بدیم. همونطور که میبینین خیلی شلوغه، اکثرا یابانجی هستن و اومدن که تلفنشون رو ثبت بکنن. شماره گیشه ها رو اینجا نوشته، باید منتظر باشین تا شماره‌تون رو صدا بزنن. یه خبر بعد این که شلوغ بود، حالا شماره‌مون رو صدا کردن رفتیم داخل و اجازه ندادن که ویدیو بگیریم تا بتونیم به شماها آگاهی برسونیم در این مورد که چیکار بکنیم. ولی در اون حین که گفتش که برنامه گوچبیل رو باید حتما دانلود کنین تو گوشیتون و بعد اینکه ما که برنامه رو دانلود کردیم بعضی از اپراتورها چون اطلاعاتتون تو اداره مهاجرت کامل ثبت نیست نشون نمیده و باید حتما دوباره مراجعه کنیم به اداره مهاجرت تا از اونجا اطلاعات شخصیتون به روز رسانی بشه. بعد اینکه به روز رسانی شد باید از روی باز برنامه گوچبیل اقدام بکنین و اونایی رو بزنین که در اون حینم ازتون یه فیس آیدی یا تشخیص چهره میخواد که اون رو انجام بدیم و بعد اون کاملا تایید میشه. حالا قسمت من این بود که باید برم اداره گوش تا اون نقطه رو بهتون نشون بدم. ادامه ویدیو تو اداره گوش خواهد بود. اگه این ویدیو به دردتون خورد ازتون ممنون و سپاسگزارم که تماشا کردین. مرسی. لایک فراموش نشه.